شما روایت من خیلی خوشمزه جدید حالتون چطوره؟ توی این ویدیو قراره از تو یا بعد از اون هوش مصنوعی ما رو کنترل کنه و هر کاری که میگه رو انجام بدی و ماشین دارد میشه و بذار بریم سراغ ویدیو. آقا الان من دیدم تصویرش داره به شما میاد، گفتش صبحونه نون پنیر بخورید، الان قراره نون پنیر بخورید. بساتم که سینی بقلم هلا 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 افیشونی میچکه عرقم هلا 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 تو تبا میسوزه بدنم هلا 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 مجلسو گذاشتم رو سرم هلا هلا. آقا این چی؟ خیلی داشتم بدم خیلی خوب. الان میخوام برم بیرون و بهش گفتم لباس چی بپوشم که بخوام برم بیرون. بهم گفت یه لباس سفید بپوش چون الان بهار و فلان و بیسار و بریم با یه بشکن و حالا لباس سفیدمونم پوشیدیم. حالا مورد دوم که ازش پرسیدم شلوار چی بپوشم، شلوار مشکی بپوشم شلوار یخی، که گفتش یه شلوار یخی بپوش که با لباس سفید میاد تو فصل بهار که اونا بریم بپوشیم. و بله حالا پوشیدم و اگه هم ببینیدم یه یخی مانندیه و ببین باز چی میگه. بهش گفتم گردن بندازم، بعد از فهمیدن های زیاد که فقط یه آره نه بگو گفت آره. این از گردن و بهش گفتم انگشتر بندازم که اندها اینو بچه آدم گفت آره بنداز. اینم از انگشتر و بهش گفتم اتکلون بزنم که اونم دوباره مثل بچه آدم گفت بزن که هفته بعدی که زمان کفش سفید بپوشم یا نه کفش یه مشکی بپوشم که باز گفت سفید بپوش و الان هم بریم بپوشیم. بعد از تجربه یه تلخ زمان با صدای دیروز من فکر میکردم که افق هنوزم پر احساس هست. ساز ما به کوک گشت نشسته صادقان. آقا من زدم بیرون دارم میرم و ازش پرسیدم که با چند تا دوستان برم بیرون. گفت یکی از دوستات که وایب بهتری بهت میده برو بیرون. گفت فقط یه نفرشون و قبلا اینجوری نبود سوسول شده، قبلا نگفت وایب میگفت فکر کن که حس بهتری بهت میده. ولی حالا بریم پیش دوستم. چطوری عشق؟ که سلام کن. سلام. آقا این هم قدم زدن تو پارک که گفته بود شما برای تفریح انجام بدیم. سلام. و اینجا پارک دریاچه و این گلت حالا خوردی؟ خیلی خوشمزه است. فهمو توت ایستاده بود رو به امید و پس پشت میرفت توی سرخی. غروب فرو کرد تو کوله پشتیش دستای زوری که آلوده بود به خون خورشید. آقا نهار گفتش یه چیز سبک باشه، گفت 5 تا قرص فلافل بگی، ولی خب بعد واقعا برامون زیاد 4 تا گرفتیم چون صبحونه هم زیاد خورده بودیم و بزن بریم سراغ. مزه فلافل اینجا. خب ما تهش هم در آوردیم دیگه، چیزی نمونده فقط سسش مونده و
ببینیم چی میشه. سوسی هم مونده. سس. آقا اومدیم مسجد. از قدیم گفتم بعد از فلافل آب مسجد. فقط آب بفاشه گفت. مسجد چه تاریکه توش. راحت میشه استار جنگ. آجی قدت انقدر بلنده سخت میفته. یه بار دیگه لایکشو بده. آقا شما مسئولیت مسلمان سر رفته. یه کار رو که انجام بدی. گفت ورزش کنیم. آخه مرد مومه. با دویدن ورزش میکنیم آقا آروین گل. بودو ورزش همیشه خوبه. ببین ورزش خوبه. خب آقا جلومون آدم روم نمیشه برم. بعد از ورزش رو دویدن خیلی خوب حال میده که نمیدونم چی حال میده. الان چیکار کنیم؟ گوش مسئول نمیگه چیکار کنیم. بازم چطور ببینیم بعدش بپرسیم ببینیم چیکار کنیم. اش خونه بی شرابه صفا باشه. آقا اینجا اسم چاردیواریه. خب چرا میگن چاردیواری؟ چهار تا دیواری. دو تا که آقا همونجور که دیدید اسرونه گفتش که یه شیر و بیسکویت بخورید بهترین چیزه و ایوه منم عکسشو پاره کردم نامه هاشو پاره کردم فکر یه چاره کردم منم عکسشو پاره کردم نامه هاشو پاره کردم فکر یه چاره کردم. حالا اونو ول کن اینو باز کن. حالا هیچ. این نده بس که دیگه بمیری. بکن توش ایوه شیر و بیسکویت قیافره. ایوه یه بیسکویت هم بکن بخور. با شیر بخور. شیرم روش بخور. آفرین پسر خوب. آقا ما پرسیدیم چیز ترش بگو که بخوریم. گفت تمر هندی و اونوریه تمر هندی. من به شخص حالا نخورم. چون خوردی تمر حالا نخورم. مثلا این چیزی چه تریاکی هست. اینم نیه تریاک خب. شیره دارم بخورم. با دست بخور. شیره یه سوال. تمر مگه همون نبود که به پاکت نامه میزدن؟ خب این تمر هندیه. هندیش فرق میکنه. آره هندی بخور. مثلا لواشک میده. هندی مگه لواشک؟ مگه لواشک فقط برای ایران نبود؟ نه آخه من خارجی دیدم لواشک میخورن حالشون به هم میخوره. یا اصلا حالا نخورده. مهره ما رو دارن. گربه. لواشک خودمون بهتره. نخرید. ازش نه. این همون تمر هندی که خوردی هست یا نه؟ نه لواشک. جدی میگی؟ همه هندی اصلا اینجوری نی. چجوریه؟ هسته داره ریشیشه. رفت تو پاچمون. هر چیزی که رفت با پاچم. ما خیلی گشتیم ولی تنها تمر هندی که پیدا کردیم همین بود. متاسفانه. به اونم که لواشک در اومد. 3 زنگ خورد دلش. آقا ممنون که تا اینجا ویدیو بودی. تونستیم یه صبح تا ظهر یا بعد از ظهر بهتره بگم گوش مسئول رو کنترل کنه. میتونم بره رد و خیلی زیاد امتحان کردیم. خیلی زیاد فهمیدیم و اگه ایده ای دارید حتما بگید. لایک و ساب فراموش نشه. حمایت فراموش نشه. کامنت حتما بذارید. حرفی نریم و خدافظ. خدافظ.